داداشم بهم تجربه متاسفانه در یک نزاع خیابانی یکی رو فهمیدم که پدرم با زنمون داره به مادرم کنه. هیوا مهلا کرد. آره کردی اسم درسته؟ کردی؟ من اصالتا لکم. بچه‌ها یه سری راز توی اینجا نوشتن. این پادکستا شد. یه سری راز توی اینجا نوشتن. خب مردم بعد نمیدونیم چی داخلش نوشتن. اگه احساس کردید محتوای بی‌ادبی یا مثبت 18 بدین من میخونم. یه لایک نشون میدیم به دوربین که رضایت کامل دارید. ما رضایت داریم. مرسی ازتون بچه‌ها. من میگم نفر یه دونه ور داریم. خب بخونیم. شما بعد من میخونم دیگه. رندوم یکی ور دارید دیگه. من اینو ور میدارم. زرده سبز. اول شما بخون ببینم چی نوشته. از وقت خیانت کردنت بهم ثابت شد دل خیلی‌ها رو به تاوان دل شکستم. امیدوارم منو ببخشن. اوه رو به دوربین ببخشید بچه‌ها خیلی لایک. شما بخون. من نمیتونم از خطشو بخونم هیچی. 2 هفته به خاطر شر. فکر کنم 2 هفته به خاطر شر قانون بوده. اوه شرارت کرده. قانون رفته تو قانون 2 هفته. خانواده‌اش نمیدونستن. اینو بعداً میفروشمش به خانواده‌اش. خب من بخونم بچه‌ها. میگه من در دوران نوجوانی خود موساد ایجای دستم من من در دوران نوجوانی کمی تمایلات همجنسگرایانه داشتم، هرچند که به عمل کشیده شد و الان تقریبا کامل محو شده و به شدت دگرجنسیگرا در ضمن دگرجنسیگرام در ضمن سابقه دزدی زیادی دارم، ولی نقاب یه فرشته واقعیه. ببینم ادامه نداره؟ نه دیگه این دیگه نه. سوشم ادامه 3 4 5 6 همینجوری میرم جلو. یه بچه بعدی شما بردارید ببینیم بدتر از این هم میشه. یکی شما بخوام. بده؟ نه یعنی بد هست. داریم بخون. متاسفانه در یک نزاع خیابانی یکی رو کشت و فرار کردم. به خدا خیلی پشیمانم و مصرف قرصم دارم ترک میکنم. این راز 6 ساله منه. پشمان. همین الان شاهد اعتراف قلب. همین الان شاهد شدم. آره میگفتم مثلا یکی مثلا این کارو بکنه، ولی مثل این که واقعا جدی شد. برگم FBI open the door. نوشته که وقتی پدرم فوت شد با اینکه ناراحت بودم از فوتش ولی خیلی خوشحال بودم که نیست دیگه، اذیتمون نمیکنه. خیلی غمگین. ناراحت شدم. چرا باید یه پدر یا مادر اینجوری رفتار کنه که از نبودش خوشحال بشن؟ خیلی بده ها. یک شخصی با من رفتار خیلی زشتی داشت. دادم یه نفر به طور وحشتناک زدش. چه اتفاقی داره میفته؟ چی نوشته؟ بچه‌ها شما میتونید بخونید؟ اول رئیسم بود. پرانتز نوشته رئیسم بود. رئیسشو زده. اوه رئیسش بوده. داده رئیسشون مثل اذیتش کردن. حالا تا میخورد. شما بخون. 15 سال عاشق دختر عموی خودم هستم و باهاش رابطه دارم و هیچ کس هم نمیدونه. چون این چیزای دارک میفته برای من. ببخشید بچه دوباره. لایه 2 یعنی چی؟ فهمیدم که پدرم با زنمون داره به مادرم خیانت کنه. وارد اکانت تلگرامش شدم و فکر کردن که هک شدن و توی چتشون شروع کردم به تهدید کردنشون. به هر دوتاشون خیلی ترسیده بودن و دیلیت اکانت کردن. من فقط راهنمایی بودم. چه پدرهایی. ولی دمش گرم عقلش خیلی میرسیده واقعا. یه روز
این مال کیه؟ اینو میفروشمش. یه روز دانشگاه رو نرفتم، به جاش رفتم خونه دوست پسرم تولدش. خود تولد سیاه‌پوسته هستش که میگه من نمیدونم ثابت کنی. آره وقتی میدونی یعنی نمیتونی ثابت کنی. واقعا من نمیدونم کی رو نوشته ولی امیدوارم خدا بهت صبر بده. داداشم بهم تجویز کرده. واقعا نوشته. همین کارشو ببینه ان شاءالله داداش. کسی که این کارو میکنه واقعا انسان نیست. بهش حیوان هم نمیشه گفت واقعا. خیلی پسته. نه دیگه راز دیگه. هستی کودکی دارک شده. خیلی دارک شد. من دست خط ایشون نمیتونم خیلی خوب بخونم ولی میگه که اگه اشتباه نکنم منظورش اینه. میگه با یه خانم وارد رابطه شدم کسی نمیدونسته. بعد از 5 تا 10 ماه رابطه‌مون تموم شده. بعد از اون یاد گرفتم که یکم صبوری کنم و به قولی به دیگران اعتماد نکنم تقریبا. بعد این مثلا راز کسی ازش خبر نداشته که این تو رابطه بوده. حالا رابطه مثلا با هم دوست بودن. مال من بچه بیادبیه. میبینی چی نوشتی؟ خودت که میدونی منم میدونم. چی؟ چرا اسمشو نوشته؟ الان اونم میدونه. الان همه میدونن. رفیقاش هم میدونن. آره دیگه اینو سانسور میکنه. آره. وای تو سرت چی نوشتی؟ دو تا مثلا میشه برای زیاد نباشه. این بلنده رو ببینم. خط این خطی کرده. به یه احمقی که فکر میکردم عاشقشم و اونم عاشقمه اعتماد کردم و با اینکه الکلی و سیگاری بود به خانواده‌ام گفتم پسر خوبیه و اومد خواستگاریم و تش به خاطر چند تا سکه مهریه ولم کرد. خدا شکر. بهتر سرنوشت این بوده به نفعت بوده که این اتفاق بیفته. خیالت راحت. شاید اگه میموند بدتر از اینا میشد. دلتنگ کسی هم که به همه میگن برام مرده. بالاخره یه چیز عادی. آره واقعا. دلتنگ کسی هم که به همه میگن برام مرده. جالب. ما که میدونیم روحی و نمیشه ثابت کنیم. خیلی عمیق یه سلبریتی رو دوست دارم و دارم تلاش میکنم بهش برسم. در صورتی که هر کس بفهمه میگه غیر ممکنه. ولی من جوری دارم پیش میرم که به نظرم میشه. و اینقدر که حسم عمیقه هر موقع که میخواد اتفاق برام بیفته میاد بخوابم و حتی وقتی اون حالش بده من خوابشو میبینم از قبل اینکه بگه به همه. اتفاقا گلزاره. قشنگ‌تر بود. گلزار بود. راز خب نمیتونم بگم. دست در بیا تو چرا اینا بهت میفته؟ بیا اینو یکی دیگه بردار. خب بگو شما. نوشته بدون خبر دادن به مامان بابام رفتم مسافرت. دمت گرم. هم چیزی نوشته 3 بار مامانم به خاطر پسر پیشوندم. اینا خوبه اون آدم. این چی بود؟ میگه من یه دختری رو میشناختم و خیلی با هم دوست بودیم و رفیق فام. من خیلی ازش خوشم میاد ولی جرئت نداشتم بهش بگم. ولی یه روز اون خیلی رندوم اومد بهم گفت ازم خوشش میاد. انگار یه دنیا رو بهم دادم و از اون روز زندگی برام رنگارنگ شده. عزیزم ان شاءالله که همیشه با هم بمونید و به پای هم پیر شید. آره مانا باشید. آیدار باشید. بچه دقیقاً 3 تا میمونه. ایشون نوشته من یه کاری رو خیلی دوست دارم. یه کاری رو خیلی دوست دارم. بازم من آره این نوشته که نکن نوشته خواهی. نوشته من رابطه خیلی دوست دارم. این راز نیست. من با پسرمون یه کارایی کردم و خودم هم کوچیک‌تره. حیا. خودم کوچیک‌تره. اصلا کار خوبی نکردی واقعا. اصلا کار خوبی نکردی به نظر من. هم جنس باشن که دیگه حالا اگه نه انشالله که نیستن. چه کاری کردی؟ 2 سال پیش توی همین پارک با یه دیوونه دوست شدم. الان نیست ولی هر وقت میام اینجا بغضم میگیره. خاطر من عزیزم انشالله که یه روز ببینی توف کنی تو صورتش.
و گرایشم به پسر هاست. بعد که راز باشه این خیلی قشنگی که آخریش به من عجیب و غریب افتاد. به نظر من رازی که هیچ کس نمیدونه راه خوشبختیه. احسنت. از رازتون رو به هیچ کس نگید. نباید میگفتید. نه دیگه مون دیگه راز مون دیگه کسی نمیدونه کی بوده. جالب بود باحال. عجیب ترینش فکر کنم که حالا اگه واقعی باشه واقعا عجیبه. حالا ترسیده فرار کرد یا هر چیزی ما هم نمیدونیم و ان که واقعی نباشه. و قشنگ‌ترینش هم که آخریش که من ان شاءالله که اشتباه فکر کرده باشه که طرف آره ان شاءالله که حالا اصلا نمیدونم واقعا قشنگه. بعد از اون عجیب ترینش کدوم بود؟ اون داداشه. آره داداشه و زنمو و باباش. چه کار عقلانی کرده اگه واقعی باشه. آره داداشه که همه وحشتناک‌تره. آره بچه‌ها جالب بود باحال بود. آره لذت بردیم. آره خودمون اومدیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و کلی کیف کرده باشید. اگه دوست دارید پارت 2 رو بسازیم بگید و کامنت کنید. بگید نظرتون رو بگید که به نظرتون کدومش واقعی تر بود، کدومش قشنگی تر بود. نظر بدید، کامنت کنید و همین دیگه. اگر ویدیو لذت بردید لایک و سابسکرایبتون نره و زنگوله رو فعال کنید که نوتیفیکیشن پست کامنت کنید براتون بیاد. راز خودتون رو کامنت کنید. یه لایک دیگه بدید. مرسی ازتون. خیلی خوشحال شدم. دمتون گرم.